مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. هیئت جوانان متوسلین به حضرت رقیه به مدت 13 شب اقامه عزاداری برپا می‌دارد. سخنران‌ها حجت الاسلام سید جاوید هاشمی، حجت الاسلام سید امین هاشمی، حجت الاسلام سید گل‌آقای هاشمی، حجت الاسلام توسلی مدهان، کربلایی سید اسماعیل احمدی تبارک، کربلایی سید احمد اخلاقی، کربلایی سید مهدی موسوی، کربلایی سید مجتبی موسوی، کربلایی سید روح الله حسینی. زمان 20 آبان ماه 1404، رأس ساعت 20:30. مکان تهران منطقه 19 شهرک مرتضی‌گرد، خیابان ولیعصر 10 خیابان بنفشه، کوچه بنفشه 6. هیئت جوانان متوسلین به حضرت رقیه سلام الله علیها. در پایان مهمان سفره حضرت خانم صدیقه شهید هستی و همچین مجلس برای خانم ها هم برقرار است.